کردم که با یه پیام میخوای از من جدا بشی. گفتم که ساواش این به تو ربطی نداره. پس به کی ربط داره ملیسا ها؟ به کی ربط داره؟ به من. ببین ساواش، باور کن واسه هر دوی ما اینطوری بهتره. اینطوری شد دیگه. من از این چیزا خیلی سر در نمیارم. شایدم چیزی نبوده که با صحبت کردن حل بشه. ملیسا هر چیزی شده بود جدای از رابطش با من بود، چون ما همه حرفامونو به هم میزدیم. حسن از این کارا نمیکرد. اگه سر من میومد حتما دیوونه میشدم. دیگه همدیگه رو ندیدیم. شبش دوباره پیام فرستاده بود که باید حرف بزنیم، بیا ساحل. رفتم. دقیقاً 4 ساعت وایسادم. نیومد. تو این داستان قاتل نیستی، بازنده ای. اما کسی اینطور فکر نمیکنه. چطور همه انقدر میتونن مطمئن باشن؟ اصلا نمیفهمم. چون که یه نفر ما رو دیده. من و ملیسا رو تو پارک دیده بودن و دیدم من دارم ملیسا رو کتک میزنم. به پلیس که نمیتونم بگم عاشقش بودم. ملیسا قبل اینکه گم بشه آخرین پیامو به من فرستاد. مدارکشم هست. بدون اینکه با چشماشون ببینن چطور میتونن باور کنن تو قاتلی؟ همینه دیگه. تو به من اعتماد داری؟ خب اگه دروغ میگفتی زود میفهمیدم. من حس شیشم خیلی قوی دارم. شب بخیر. کاری مشترک از سایت‌های دانلود فیلم 1448 و مووی باز. به خودت بیا نازلی. چرا مثل ندید بدیدا نگاش میکنی آخه؟ توی زندگیتون شده که هیچ وقت 4 ساعت رو به یاد نیارین؟ از اون شب من 4 ساعت رو به یاد نمیارم. شبی که رفتم ملیسا رو ببینم یادم نمیاد. صبح وقتی بیدار شدم رو تختم بودم. به خودم اومدم با یه فراموشی بزرگ. یه ساعتی که تو ساحل همدیگه رو ببینیم. تو اون 4 ساعت چی شد؟ من چی کار کردم؟ یادم نمیاد. ملیسا.
که اونجاست؟ تو کی هستی؟ کی هستی؟ تو کی هستی؟ چی شده عشقم؟ چی شده خوبی؟ ها؟ یه کابوس خیلی بد دیدم. باشه تموم شد. گذشت عزیزم، تموم شد. دیروز یه اتفاقی بینمون افتاد، اما انگار هیچ کدومتون از این مسئله خوشحال نیستین. معلومه که نیستیم. پس چرا قبل از اینکه این اتفاق بیفته نشستیم با هم حرف زدیم؟ نه هالوک، اینجوری نباید حرف بزنی. سلین اشتباه بزرگی کرده و حرفای خیلی بدی به علی زده. اما مامانونم ساکت شو سلین. من الان کاری به حرفایی که علی زده ندارم. من مسئول رفتار تو هم. ببین علی جان، من از طرف سلین از تو واقعا معذرت میخوام، چون واقعا حرفایی که زده قابل بخشش نیست. من نمیتونم مجبورتون کنم که با هم دیگه خوب باشین، اما لطفاً به هم بی احترامی نکنید. این موضوع همینجا باید تموم بشه. همین الان از علی عذرخواهی میکنیم و دیگه هم همچین کاری انجام نمیدی سلین. از همتون معذرت میخوام. اونی که باید ازش عذرخواهی کنی اونجاست. بهش نگاه کن و ازش عذرخواهی کن. منم میتونم یه چیزی بهت بگم. دیروز هر دومون خیلی کار مسخره کردیم، پس فقط سلین مقصر نیست، هر دومون اشتباه کردیم. البته دوستای منم خیلی اشتباه کردن. باید از اول سلین رو تو جمع خودمون قبول میکردیم، چون سلین هم دلش میخواست با ما دوست بشه. باور کن نمیخواستم آسیب ببینی. باور کن منم اصلا ناراحت نیستم. اگه تو هم منو ببخشی، منم دلم میخواد دوستیمون از نو شروع کنیم. خجالت زدم نکن. خیر باشه اینجی جون، تو این ساعتا بیدار نمی شدی؟ آخه اینا نمیذارن که آدم راحت بخوابه. چی شده عزیزم؟ انگار از اتفاقات دیروز بیخبری یا با علی حرف نزدی؟ دیروز زنگ زده بود اما من نشنیدم. میخواستم یکم دیگه بهش زنگ بزنم. ای وای، منم الان فهمیدم. دیروز علی رو بردن بیمارستان، با یکی از دختره گونش دعوا شده، بعد رفته یه مش زده تو شیشه و دستشو بریده. چی کار کرده؟ تو چی داری میگی؟ خب پس حرفایی که آماده کرده بودیم دیگه به درد نمیخوره. نگاه کن، نگاهشون کن ببین. انشالله همیشه همینجوری باشن. البته امیدوارم. معلومه عزیزم. پس حالا که موضوع حل شده، بریم یه صبحانه خانوادگی